السلام عليكم دوستان سلام شد مادر همه تیم گفتن که پدرتون هیچ گاه برایش نگاه نکنید احترام کنید که گناهکار میشید. پدرم گفتن که هیچ گاه برای مادرتون نگاه نکنید مادرتون احترام کنید که گناهکار میشید. بعد مادر همه تیم گفتن که هیچ وقت جنگ جنجال نکنید در اویل که برکت خانه نیست میشود. برادر من هیچ وقت ما رو جنگ نمیکردن 30 هم میکردن. مادر همه تیم گفتن که هیچ وقت نبینم که هم دیگه تون کج نگاه کنین یا که اکا تا کج نگاه کنین یا اکا خواهر کج نگاه کنه که برکت خانه نیست میشود. ما جنگ جنجال نمیکردیم اینجا. هیچ کو در اویله ما نبودن. همسایه‌مون میگن چه اویلش اویله اتفاق هستن دوست هستن برای این میگم بهشون بعد اویله نمونه‌ای بودن در کوچه ما نمونه‌ای بودیم. برای که مادر همتی میگفتن که جنگ نکنید که برکت خانه نیست میشه. دلسیویی نکنید، دلتنگی نکنید، به کسی بخیل نکنید، به کسی بدی نکنید. از در بر اومدین گپی خونه رو بیرون نبرید، از کوچه اومدین گپی کوچه رو خانه نبیارید. چیزی رو که دیدین چشمتون رو اسکین نگاه نکنید، پیش رو نگاه کنید نگردین. آدم بیگناه نگاه نکنید، دختر بیگناه نبینید خطی بچه استگی باشد، گپ کارگزار نشین. بچه رو که دختر دین روتون اسکین روین چیزی که دین ندیدم گید. ورم که کلام کردگیم. میگفتن که اشتری کلام دین ندیدم. برای خانم خکماش دیگه که نمو اولای ما موقع پیغام کسی گپ نمیزنیم. پدر مادر رحمتی میگفتن که جا گپ کسی گپ نزنیم. بیکارشتین که تو گیرین خانه که سرتون مونه خوروین. میگفتن که خواب روین یک لحظه خواب یا گوشت گپ نمیمونه که گپ پیغام کسی گپ بزنیم. گپی بسیاری خراب بورم میگفتن رحمتی مادر من. بیهوده گپ زنی نکنین. مادر من هیچ وقت گپ نمیزدن. میشتن کارشون میکردن خب کارشون میکردن میخواستن پس کارشون میرفتن. یگان چه میپرسن جواب میدن. یگان کاری اگر نجوم میکنن میگفتن که دختر جوان این کار خیلی باید کنی. نمیگفتن که چه کار کردین. کار آدم باید ایخل کنه. اگر انسان اگر خواهد که ایخه شد ایخه میشود. ما را نمیگفتن که چیکار ندرست کردی چه بیت کردی جنگ نمیکردن میفهمونن که انسان کار باید این گونه کنه. اگر ایخه کند ایخه میشد ایخه کنه ایخه میشد میفهمونن. من ندیدم هیچ وقت نفهمیدم ندیدم که پدر مادر من جنگ کرده باشه مورد که چه بیت کردی خطا میکردی میفهمونن که انسان اگر ایخه کند خطا نمیشه اگر ایخه کند درست میشود. پدر مادر دایگونش دیگهشون پدر مادر من بهترین پدر مادر بودن در عالم دایم میگن که هیچ ما رو برای کمودیمون جنگ نمیکردن اون کس گناه میکرد چی میگه جنگ نمیکردن میفهمونن که انسان باید ایخه کنه ایخه میکرد ایخه میشه دختر جان بچه جان همین گونه اویله بودیم ما اویله اتفاق همدیگر فهمیده اویله ما بودن ما ینگه را ینگه نمیگفتیم اپا برین اسم میکردیم ینگه ما رو هم چه خواهر اسم میکرد همه طرف ما نمونه بودیم چی ینگه داری چی قیسنگ داری چی شوهر داری پدر مادر چی همسر داری چی میسو فرزند داری چی ما نسبت پدر مادر احترام ندارم